من ولی محمدی من حیث یک برنامه ساز آزاد امروز اعلام میکنم که من یک هزاره افغان هستم و من یک شیعه افغان هستم. تا امروز من یک سنی افغان بودم، ولی به خاطر نسل کشی که در افغانستان جریان داره و مردم عزیز هزاره من را به نام اینکه شیعه مذهب هستند به قتل میرسانند، من اعلام میکنم که من ولی محمدی من حیث یک سنی قبلی افغان سر از امروز به خاطر این که در افغانستان جنگ های قومی و مذهبی را میخواهند که راه بندازن، شیعه افغان هستم و با تمام وجودم از شیعیان عزیزم دفاع میکنم و از شما افغان های سنی مذهب همچنان دعوت میکنم که شما هم احساستان را نسبت به مردم عزیز هزاره تان و شیعه تان نشان بتین و سر از